این علامت خشونت خانگیه. اگه شما تحت خشونت خانگی باشین، و بخواین درخواست کمک بکنین، با این علامت میتونید درخواست بکنین. حالا میخوای ازت عکس بگیرم؟ آره گم شو بابا. دو دقیقه صبر کنیم بره، من رفتم. جون مادر 2 دقیقه. یا بس خانم شما بود؟ ببخشید. تو کی هستی؟ حسین بره. کی بره؟ برو بابا، خودم ماشین دزدیدم.